بعد بقیه فکر میکنن تو غربت پول ریخته فقط باید بیای رو زمین جمع کنی. نمیدونن این بدبختی هم داره. به خدا که این تیشرت من خیس عرقه، از بس که کشیدم بالا دستم دیگه نابود شد. دست من خیلی سفت کاریم، اما دیگه دستم له کرد. بهش گفتم یه دستکشی بهم بده، دستم له کرد، نمیتونم بند بکشم. جدا او اجناسی که خیلی سنگین و بزرگم با 5 تا طبقه با بدبختی بلند کنی بیاری بالا. آره رفیق، اگه تو هم میخوای به داخل غربت کار کنی چیاره داره. فکر نکن اینجا نون ریخته. اینجا باید حقت با کارگه کف زمین برداری. اگه مثل ما که مجوز کارم نداشته باشی که باید خدا کنی پولتو بالا نکشن. اقدر ما میریم سر کار پولمونو نمیدن، حقمونو میخورن. آره اگه میخوای بیای علی یارت اینه. خارج اینه، مخصوصا ترکیه باید گرگ باشی بیای.